درود دوستان عزیز. بازیگر پرمهارتی وست هم یونایتد باشد به درجه از بلغکوبان بزار شده است که هرچی تیزتر میخواهد مکانی راحت تری را با امکانی دستیابی به جایزه ها را پیدا نماید. با قول رسانه‌های پیشتاز خبری، زمان جنگ‌های شدید وریانتی از همه بهتر این گزارش به صف توپچیان است. چطور گاردین خبر می‌دهد نیم حمایتگر انگلیس خود را ونگ گرفته از وست هم آینده درخشان را هیچ انتظار نیست و به قول همان روزنامه وریانتی از همه قلایتر برای رئیس آرسنال است. اگر باز آرسنال چمپیون شود، شماره بازیگران پایلوچ دونده به شمالی لندن باز هم بیشتر خواهد شد. اگر کسی از نداشتن تقدیر و یا خود تقدیر تلخ در این زمانه شکایت کند، همانا باید حمله‌ور تاتنهام هری کین را به یاد دارد که چگونه هر سال به سمت جایزه زور میزند و باز هم زور میزند ولی هیچ آرزویش عملی نمی شود. پیشتر اگر با نزدیک شوی ترانسفرهای تابستانی که این خود را با پیراهن‌های منچستری با جایزه ها تصور میکرد ولی سیتی هالند را انتخاب نمود و MU هم از خریداریش دست کشید. از این پس دیگر جز کفیدن زمین و داخل آن شدن کین دیگر علاجی نمانده است. با قول ESPN منیکانی‌ها زیاد می‌خواستند که کین را در تابستان خریداری نمایند ولی با سبب پیش آمدن مشکلات در گفت و شنیدها با رئیس شورای دیرکتوران تاتنهام دانیل لیوی این گزارش هم عملی نخواهد شد. یونایتد قرار کرده است که از گفت و شنیدهایی که میتوانند دور به دراز طول کشند دست کشد و بر عوض کین نسبت ویکتور اسیمخین از ناپولی و دوشان ولاخویچ از یوونتوس توجه کند. در اینجا تهمه اصلی و ضرردیده اساسی کین خواهد بود که جایزه ها را با تاتنهام تنها در دل شب میبیند و خلاص. اگر به غور مشکلات لیورپول سرخلانیم، اینجا نیز مشکل از خصیصی مالکان دستوی برمی‌آید، زیرا راهبران لیورپول هم به مثال دانیل لیوی پول مصرف کنی را آنقدر نقص نمی‌بینند و لیورپول باشد در بازار اشتهایش را تنها به مشاهده از بازیگران بسته می‌کند. این نوبت برای دسته کلوپ نیم حمایتگر پرتغالی فولهام ژائو پالینیا پسند آمده است که لندنی‌ها او را 60 میلیون پوند نرخ کردند. پالینیا باشد به صف فولهام از سپورتینگ تابستان قبلی بر عوض 20 میلیون پوند گزارش نموده شرطنامه 5 ساله امضا کرده بود. عین حال فولهام او را 60 میلیون پوند نرخ کرده باور دارد که یک موسم دیگر حفظ کرده میتواند. در موسم جاری پالینیا 24 بازی در پریمیر لیگ انگلیا گذرانیده 3 گل هم زده است. از روی معلومات دیلی میل نسبت این پرتغالی چند از تیم‌های دیگر توجه خاصه دارند ولی مدعی اساسی لیورپول است. یورگن کلوپ در این بازیگری 27 ساله وریانتی عوض کننده جود بیلینگهم را می‌بیند، نفری که هدف اولیه مرسیسایدی ها است ولی وابسته به ارزش گرانی بازیگر انگلیسی احتمالاً زوری لیورپول به این ترانسفر نمی‌رسد. رسانه‌های پیشتاز انگلیسی میگویند که لیورپول در چمپیونات استریا لوکا مودریچی نو پیدا کرده است. از روی نویدهای لیورپول اکا لیورپول توجهی خاصه نسبت نیم حمایتگر دسته پیشرفت بوندسلیگای استریا یا خود تیم RB زالزبورگ لوکا سوچیچ ظاهر نموده است. با سخنهای هر سرک و پناههای فوتبالی اگر باور کنیم، بازیگری را که در خرواتیا با لوکا مودریچ مانند میکنند بر عوض 18 میلیون پوند استرلینگ خریداری کرده می شود. پیشتر باشد از روی طلبات فوتبالی برایش بلیط گرفته به نیوکاسل روانه نمودند. اینجا گویا لیورپول دارای چند از برتریت ها باشد. سوچیچ در صف منتخب خرواتیا U21 بازی می کند و این تیم را عین حال سابق بازیگر سرخکان ایگور بیشچند تمرین می دهد ولی این دلیل چیزی دقیق را حل کردن نمی تواند. ولی از جانب دیگر ممکن با آمدن دوگانه که مودریچ به لیورپول تیمی کلوب دیگر ترسی باختن از رئال مادرید را یک طرف گذارد. هر سال وقتی نزدیک شوی روزنه‌های تابستانه ترانسفری خبرها عاید اصلاحات‌های بزرگی کادری در PSG همه را گرنگ می‌کنند، زیرا این تیم آنقدر زیاد فوتبال باز می‌خرد که دیگر نمی‌داند که کی را به بازار برآورد و کی را در دسته بماند. این نوبت نفرانی با شلاق بیرون شونده از پاریژ سالر، رویس، سانچز و اکیتیک میباشند. همه این بازیگران تابستانی قبلی به تیم آمدند ولی برای نظام مالیوی فیر پلی فرقی ندارد که کی
کی و کجا رفته است. از روی نوشته‌های لکوپه با انجام موسمی الکی برای PSG فچ و پوچ تمام شونده از دست میتوانند کارلوس سالر، رناتو سانچش، فابیان رویز، خوان برنات و یوگو اکیتیک بیرون شوند. PSG الکی از برای ویران کردن قاعده مالیوی فیرپلی جریمه شده است و از این رو در 3 سال آینده باشگاه را ضرور است که موازنت میان درآمد و خراجات را برابر سازد تا از تحریم ها گریزان شود. وابسته به این مشاور PSG لوئیس کامپوش و سرمربی دسته کریستوف گالتیه آماده خلاصی از فوتبال بازانه می باشند که بر عوض فایده به قول پرابلم می آفرند. از این رو در برابر آن 5 بازیگر نامبر شده تمدید شوی شرطنامه با سرخیو راموس همچنین از سطح برآمدی‌ها در بازی‌های باقی مانده موسمی وابستگی خواهد داشت. بعد از آنی که PSG دیگر باره با مسی نه تنها قهرمان شده در لیگ چمپیون‌ها نتوانست بلکه در مرحله 1/8 نهایی شکست خورد، تمدید کنی شرطنامه با آرژانتینی برای برخی از فوتبال پسندیدگان وطن پدر هم از منطق دور خواهد بود. در این برابر تیم آمریکایی اینتر میامی واریانتی واقعی ادامه مسند ورزشی برای مسی می باشد. طبق نوشته‌های لکوپه تیم آمریکایی آماده آن است که برای امضا کنی شرطنامه با مسی تلاش‌های بیشتری را به کار دهد. آمریکا یکی از کشورهای میزبان جام جهانی سال 2026 بوده. گزارش مسی در ترغیب این موندیال جهانی سهمی خاصه خواهد گذاشت. PSG بر آن است که رفتن احتمالی مسی که برای در لیگ قهرمان‌ها هیچ چیز از دستش نآمدنش سالانه 40 میلیون یورو میگیرد. برای دسته در بازار ترانسفری امکانیت‌های بزرگ فراهم می‌آورد. اگر شرطنامه مسی با PSG تمدید نشود، با وجود معاش بزرگ گرفتنش امکانیت ماندن در اروپا برایش مشکل خواهد بود، زیرا در اروپا به اشتهای بلند پولی مسی تنها پاریژی‌ها تاب آورده می‌توانند. اینتر میامی باشد در نوبت خود نقشه مخصوصی دعوت مسی را به پدرش خورخه مسی پیشنهاد کرده است. این مانند به آن است که سال 2007 برای گزارش دیوید بکهم به لس آنجلس گالاکسی فراهم آورده بودند. سرچشمه‌های آیس که نزدیک به پرزیدنت PSG ناصر الخلیفی می باشد اطلاع دادند که در صورت تمدید شوی شرطنامه با مسی آن هم 1 سال خواهد بود. از جانب دیگر بعد از سرکوب شدن از باواریا مخلصان نیز ناراضگی خود را بیان کردند و این هم مانند به آن است که یک زمان یوونتوس رونالدو را مخصوص بهر پیروزی در لیگ قهرمان‌ها آورده بود و تیرشان خاک خورد. از دستی PSG هم با آوردن مسی در لیگ قهرمان‌ها به قول خاک نآمد. رونالدو اگر یک زمان از پورتو سخت شلاق خورده بود، مسی باشد وقت رقابت با رئال و باواریا 2 سال می شود که فقط پامپرس عوض می کند. چلسی باشد بعد بهبود یافتن وضع نتیجوی پاتر باز هم نشان میدهد که بازیگران زیادی را چپ گرفته است و در تابستان یک قطار بازیگران کبودپوش را مجبوری به هر طرف روان می کنند. چطور اتلتیک می نویسد باشگاه لندنی عین حال بیشتر از 30 بازیگر دارد. در اوزان قبلی ترانسفری چلسی بیش از 500 میلیون پوند استرلینگ مصرف نمود ولی باز هم سیر نشد. تابستان باشد برای آوردن بازیگران نو برخی از نفران الکی گپناگی را به بازار میبرند. برای خط بازیگرانی که میتوانند تهمه اصلاحات بزرگ شوند میسون ماونت، ماتئو کوواچیچ، سیسر اسپیلیکویتا، کریستیان پولیشیچ، پیر امریک آبامیانگ و روبن لافتوس چیک میباشند. تییاگو سیلوا برای خط این بازیگران شامل نشد زیرا تمدید کنی شرطنامه تا سال 2024 با او چند پیش درست شده بود. همچنین چلسی میتواند فروش بازیگرانی را بررسی کند که 2 سال دیگر از روی شرطنامه دارند. پس این معنای آن را دارد که تابستان یارمارکه فروش بازیگران ارزان در نزد ورزشگاه چلسی می شود. با استفاده از چنین تغییرات‌هایی در پیش استاده چلسی، منسیتی نیز می‌خواهد بن چیلول را چون عوض کننده ژائو کانسلو به دست دارد. از روی معلومات اتلتیک پپ گواردیولا هنوز پیش از گزارش این بازیگر به چلسی او را می‌خواست خریداری کند. آن وقتها اگر ترانسفر عملی نشد پس اکنون وقت فرا رسیده است که شیخان پولدار به تخفیف‌های تابستانی چلسی سرخلانند. ممکن با این اصول این تیم هم در لیگ قهرمان‌ها به آرزویش رسیده تواند و شیخان باز یک کیفیت دیگری را در زندگی پیدا نمایند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.